اینا رو میبینید؟ طلای باختر 20,000 قطعه، میلیاردها دلار ارزش داره. همه فکر میکنن این بزرگترین گنج افغانستانه. امروز میخوام بهتون بگم که همه در اشتباهن. این گنجینه در مقابل ثروت واقعی این سرزمین فقط پول خورده. ثروت واقعی افغانستان تو موزه ها نیست، تو رگهای کوه هاشه. گنج هایی که بعضی هاشون رنگ آسمون رو دزدیدن، بعضی هاشون طعم بهشت رو میدن و یکیشون قلب تپنده تکنولوژیه که بدون اون دنیای مدرن از کار میفته. پس آماده باشید تا با 7 گنج واقعی افغانستان آشنا بشید که قدرت‌های بزرگ دنیا برای به دست آوردنشون هر کاری میکنن. داستان گنج اول ما داستان یه رنگه، یه آبی دیوانه کننده، رنگی که برای هزاران سال فقط و فقط از یه جا تو کل دنیا می اومد. کوههای سرسخت بدخشان. این داستان لاجورده، سنگی که یه زمانی از طلا هم با ارزش‌تر بود. فراعنه مصر دیوونه این سنگ بودن. ماسک طلایی توتنخامون رو دیدید؟ اون خطهای آبی خیره کننده روش همین لاجورده. سنگی که 5,000 کیلومتر راه رو از افغانستان تا مصر سفر کرده بود. فکرش رو بکنید، این یعنی هزاران سال پیش یه جاده تجاری بین المللی فقط برای این سنگ وجود داشته. اما داستان به همینجا ختم نمیشه. چند هزار سال بریم جلو به ایتالیای دوره رنسانس. بزرگترین نقاشای تاریخ مثل میکلانج برای اینکه رنگ آبی آسمون یا لباس حضرت مریم رو واقعی در بیارن به یه پودر آبی رنگ احتیاج داشتن. این پودر که بهش میگفتن اولترامارین گرونترین رنگ جهان بود و حدس بزنید از چی درست میشد؟ از خورد کردن همین سنگ لاجورد افغانستان. پس دفعه بعدی که یه نقاشی شاهکار اروپایی دیدید یادتون باشه که اون آبی جادویی روح کوههای بدخشانه که تو اون تابلو زندانی شده. این سنگ فقط یه جواهر نیست، یه کپسول زمانه که تاریخ هنر و قدرت رو تو خودش جا داده. از آبی آسمونی میریم سراغ یه آتش سبز که تو دل کوههای پنجشیر پنهان شده. زمرد پنجشیر. همه زمرد کلمبیا رو میشناسن، اما خیلی از حرفه‌ای‌ها میگن زمرد پنجشیر یه چیز دیگه است. چرا؟ چون رنگش خالصه، یه سبز وحشی و زنده. انگار خود کوهستان رو توی کریستال زندونی کرده باشن. این رنگ بی‌نظیر نتیجه یه اتفاق شیمیایی نادره که فقط تو زمین این دره رخ داده. اما درآوردن این گنج کار هر کسی نیست. این یه شغل خطرناکه. معدنچیاش با جونشون بازی میکنن. اونا با ساده ترین وسایل به دل صخره‌های سخت میزنن تا این بلورهای سبز رو پیدا کنن. هر زمردی که از پنجشیر میاد بیرون یه داستان از شجاعت و امید با خودش داره. یه داستان دیگه هم تو تاریخ معاصر داره. در دوران جنگ‌ها همین زمردها یکی از منابع اصلی برای خرید اسلحه و دفاع بودن. برای همین بعضی‌ها بهش میگن سنگ آزادی. امروز بزرگترین برندهای جواهرات دنیا از تیفانی گرفته تا کارتیه دنبال یه زمرد خالص از پنجشیر میگردن و حاضرن براش میلیون‌ها دلار پول بدن. این سنگ سبز نماد زیبایی خشن و سرسختی مردمیه که تو یکی از زیباترین و در عین حال سخت‌ترین نقاط دنیا زندگی میکنن. این یه ثروته که اگه درست مدیریت بشه میتونه زندگی هزاران نفر رو عوض کنه. خب فکر نکنید همه گنج‌های افغانستان سنگ‌های سخت هستند. گنج سوم ما یه چیز خوش عطر و خوش طعم، گرونترین ادویه جهان، زعفران. و یه خبر جالب، چند ساله که پشت سر هم زعفران هرات داره جایزه بهترین زعفران دنیا رو از مؤسسه‌های معتبر بین المللی میبره. یعنی از خیلی از زعفران‌های دیگه هم با کیفیت تر شناخته شده. راز این کیفیت بی‌نظیر چیه؟ 3 کلمه: خاک، آفتاب و صبر.
خاک حاصلخیز هرات و آب و هوای خشکش بهترین شرایط رو برای این گل زیبا فراهم میکنه. اما بخش مهم ماجرا کشاورزاش هستن. اونا با دستهای خودشون گلها رو دونه دونه میچینن و اون ستارشته سرخ نازک رو با دقت جدا میکنن. این یه کار طاقت فرساست که با عشق انجام میشه. اما داستان اصلی زعفران فقط طعمش نیست. داستان امیده. تو زمین‌هایی که یه روزی خشخاش کشت میشد و ازش مرگ و بدبختی صادر میشد، حالا این طلای سرخ داره کشت میشه و زندگی و ثروت صادر میکنه. زعفران به هزاران کشاورز این فرصت رو داده که یه راه جدید و قانونی برای پول درآوردن پیدا کنن. این یه جایگزین هوشمندانه و قدرتمنده. زعفران هرات یه محصول ساده نیست. نماد یه تغییر بزرگه. نشون میده که چطور میشه از دل خاک به جای مواد مخدر امید و زیبایی و ثروت بیرون کشید. تا اینجا از گنج‌های حرف زدیم که به گذشته و حال ربط داشتن. اما گنج شماره 4 داستان آینده است. آینده کل سیاره زمین. این منبع که باعث شده یک گزارش پنتاگون در سال 2010 به افغانستان لقب بده عربستان سعودی لیتیوم. لیتیوم چیه و چرا اینقدر مهمه؟ جوابش توی دستای خودتونه، توی باتری موبایلتون، تو لپتاپتون و مهمتر از همه توی قلب تمام ماشین‌های برقی که قرار دنیای ما رو از بنزین نجات بدن. دنیای تکنولوژی تشنه لیتیومه. هر کی لیتیوم بیشتری داشته باشه قدرت بیشتری در آینده خواهد داشت. این نفت قرن 21 و حالا بخش شگفت‌انگیز ماجرا. بر اساس تحقیقات زمین شناسی، افغانستان روی یکی از بزرگترین و شاید بزرگترین ذخایر دست نخورده لیتیوم در تمام جهان نشسته. یک گنج 1 تریلیون دلاری که زیر کوههای غزنی و هرات و نیمروز خوابیده. این یه پتانسیل خیره کننده است. پولی که میتونه کل کشور رو از این رو به اون رو کنه. این دیگه داستان جواهرات و اشیاء تزئینی نیست. این داستان یه عنصر استراتژیکه که میتونه توازن قدرت رو در کل دنیا تغییر بده. لیتیوم گنج ساکت افغانستانه. کلیدی برای آینده که تمام دنیا برای به دست آوردنش بیتابی میکنه. فکر کردید بعد از لیتیوم دیگه چیزی برای غافلگیر شدن نمونده؟ سخت در اشتباهید. بعضی از گرونترین گنج‌های افغانستان زنده هستن و از درخت‌ها بالا میرن. به جنگل‌های شرق افغانستان خوش اومدید. اینجا خونه چلغوزه هستش. یه دونه کوچیک و خوشمزه که توی بازارهای جهانی قیمتش سر به فلک میکشه. این دونه ها از یه نوع کاج خاص به دست میان که فقط توی همین مناطق کوهستانی رشد میکنن. اما برداشتش یه داستان دیگه داره. کار هر کسی نیست. مردهای محلی مثل قهرمانهای فیلمهای اکشن از درختهای بلند و پیر کاج بالا میرن تا خوشه ها رو پایین بیارن. این یه کار خطرناکه که نسل به نسل منتقل شده. چلغوزه افغانستان به خاطر طعم و کیفیتش توی چین و کشورهای عربی طرفدارای دیوانه‌ای داره. این یه تجارت میلیون دلاریه که اقتصاد این مناطق رو میچرخونه. اما قشنگی داستان اینجاست که این یه طلای زنده هستش. تا وقتی که از این جنگل‌ها محافظت بشه هر سال محصول میده. این یه رابطه هوشمندانه بین انسان و طبیعته. مردم از جنگل محافظت میکنن چون جنگل زندگیشون رو تأمین میکنه. چلغوزه یک گنج خوشمزه و پایداره که به ما یادآوری میکنه ثروت واقعی همیشه نباید از دل زمین کنده بشه. گاهی وقتا روی شاخه ها رشد میکنه. بعضی گنج ها رو نمیشه بخوری، نمیشه به گردن انداخت. بعضی گنج ها برای این به وجود اومدن که ابدیت رو بسازن. از دل کوههای هرات سنگی بیرون میاد که برای قرنها انتخاب اول پادشاهان و امپراتوران برای ساختن با شکوه ترین بناهاشون بوده. مرمر سفید چشت شریف. این سنگ فقط یه سنگ ساختمانی نیست، یه سنگ افسانه‌ایه.
به خاطر رنگ سفید خالص و درخشش بی‌نظیرش شهرت جهانی داره. سنگ مرمر چشت شریف در طول تاریخ نه تنها در افغانستان بلکه در منطقه مورد استفاده قرار گرفته و به عنوان نمادی از زیبایی و دوام شناخته میشه. اما این فقط مرمر سفید نیست. توی هلمند یه نوع مرمر سبز رنگ فوق‌العاده زیبا به اسم اونیکس وجود داره که امروز توی دکوراسیون داخلی لوکس ترین هتل‌ها و قصرهای دنیا ازش استفاده میشه. داستان مرمر افغانستان داستان استحکام و زیباییه. داستانی از یه منبع طبیعی که تونسته از مرزها عبور کنه و بخشی از میراث معماری تمام جهان بشه. این سنگ ثابت میکنه که چطور طبیعت یک سرزمین میتونه در ساختن نمادهای تمدن‌های دیگه نقش داشته باشه. اما آخرین گنج ما نه سنگ نه گیاه، یه چیز لطیف و گرمه که توی دنیای مد بهش میگن طلای نرم. داستان کشمیره، یکی از گرونترین و مرغوبترین الیاف طبیعی دنیا و افغانستان یکی از 3 تولید کننده برتر این گنجینه در کنار چین و مغولستانه. راز کیفیت کشمیری افغانستان چیه؟ طبیعت خشنش. بزهای محلی که توی کوههای سرد و خشک زندگی میکنن برای زنده موندن توی زمستون یه لایه زیرین از موهای فوق‌العاده نرم و نازک در میارن. این همون کشمیر است. دامدارها و کوچنشینها در فصل بهار با شونه کردن این بزها این الیاف گرانبها رو جمع میکنن. یه سنت قدیمی که کیفیت الیاف رو حفظ میکنه. این الیاف نرم و سبک بعداً به ایتالیا و اسکاتلند فرستاده میشه و اونجا برندهای لوکس ازش شالها و ژاکت‌هایی میسازن که هزاران دلار قیمت دارن. این یه صنعت بزرگه که زندگی صدها هزار نفر از مردم روستایی و عشایر رو تامین میکنه. کشمیره گنجینه‌ایه که گرما و لطافت رو به دنیا صادر میکنه. این منبع به ما نشون میده که ثروت یک کشور فقط توی معادنش نیست، بلکه توی زندگی پویاییه که توی دشت‌ها و کوه‌هاش جریان داره. این یه ثروت نرم اما بی‌نهایت قدرتمنده. پس گنج واقعی افغانستان چیست؟ فراتر از لاجورد و زمرد و حتی مهمتر از لیتیوم، شاید گنج واقعی خود این پتانسیل عظیم و دست نخورده است. ثروتی که هم کلید تاریخ باستان و هم کلید تکنولوژی آینده را در خود دارد. سؤال 1 تریلیون دلاری این است: آیا فرصت استفاده از این کلیدها را پیدا خواهد کرد؟ نظر شما چیست؟ کدام گنجینه شما را بیشتر شگفت زده کرد؟ در کامنت ها برای ما بنویسید. لایک و سابسکرایب را فراموش نکنید و تا ویدیوی بعدی جستجوگر بمانید.